درست. یک دوگانه من دستشان به لک میمالن و نماز میخوندیم. سنی من گفتم که این نمیگذرد. گفتم تو خدا شدی میگفت. تو رفته آمدی همونجا و تو دیدی تو رفته آمدگی با این گپ میزنی. گفت که خیر میلش من یک بار با پیش شما گذاشتم نه این نمیگذرد. گویم تو خدا شدی میگفته من به قاری کرد. لک مالدن ممکنه در روی شریعت نیه؟ نه لک مایلی اگر لک مالده انگشتاشو به زیب کند مثلا بعد خفتن برای شوهرش با بامداد با نماز اگر تا بامداد طهارتش نشکند مایلی همون لکش کتی خواند نماز بعد خفتن لک مالده باشد طهارتش باشد و تا بامداد طهارتش نشکسته باشد و همون کتی نماز خواند مایلی. لیکن این لک رسیدن آب به ناخن من میکند. مثلا جنابت رسیده باشد و یک زنه غسل کند باید این لکای براوندنش طهارت کند. طهارتش اگر نوگی سوزن با یک جای طهارت خوش کنه و طهارت نه نماز نه نمازش باطل میشه. این اسلوبی نادرستی یعنی که دو معامله با مردم است. اگر چی مثلا یک آدم به شما فتوای نادرست داد خطا مثلا معلومات داده باشدن تو خدا شدی تو کی شدی این خیلی اسلوبی خطا است. این اسلوبی خوب نیست. این مثلا دلی یک آدم را انجامدن یک آدم به سخت گپ زدن این کارا نادرست. حتی اگر یک آدمی کافر باشدم شریعت برای ما اسلوبای خوب کتی دعوت کردن فرمانده است. و پیامبر صلی الله علیه و برای مسلمان ها پیامبر نبود. روزی که پیامبر شده یک خودشان بودن یک کس دعوت کردن. اون کافرهای دعوت میکنن معامله نیک. این فیک خصلتین یحبهم الله. تو دو خصلتی داره که الله تعالی این دو خصلت رو دوست می‌دارد. گفتم وقتی که یک صحابه جنایت آدم اصلا کافر بود مشرک بود جنایت کردگی بود میگه که من به نزد محمد صلی الله علیه و سلم رفتم میگه به مدینه فلما رآنی من بعید تبسم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و مرا از دور دیدن الکی تبسم کردم. و یک آدم مشرک یا آدم بت پرست تبسم کردن. آمد یکی از مشرک ها رو به روی پیامبر صلی الله علیه و در گردنش شمشیر گفتن که هم فلانی برای چی آمدی؟ اصلا با مقصد کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدگی بود. الله تعالی پیغمبر را با خبر کرد که فلانی با مقصد کشتن تو به راه برآمد. با واسطه جبریل خبر آمد. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم غیب را نمیداند. وقتی در آمد و در روبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم راست ایستاد در گردن شمشیر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ها فلانی ما جاء بک چی تو را به مدینه آورد؟ گفت که یا رسول الله می برادری من که در شما اسیر هست بعد جنگ بدر اسیر افتاده بود برادرش برای این برادرم آمدم که از شما التماس کنم که برادرم سرتید. ثانی گفتن که این شمشیرت چی در گردنت؟ گفت که این گفت شمشیرهای خدا روش سیاه کند. گفت اینا روزی جنگ بدر چی فایده آوردن؟ گفت شمشیر در دست و در گردنمون بود یگان فایده آورد روزی بدر. گفت این شمشیر یا عادتی مردم است که قدیم و گرام میگردیم لیکن هیچی فایده نآورد که اون روز یعنی ما جنگ بای دادیم. مقصد این که برادرای عزیز پیامبر صلی الله علیه و سلم با اسلوب نیک مردم کافر هم دعوت میکردن. گفتن که بلکه تو و فلانی در نزد کعبه نشستی تو فلانی گفت که اگر من قرض نمی داشتم تو گفتی که اگر من قرض نمی داشتم و بعد خودم فرزندای نابالغ نمی داشتم رفتم محمد می کشتم گفتی. بعد فلانی دوستت گفت که اما قرضهایت به گردن من است فرزندات تربیتش به عهده من است تو را محمد کش من قرضاتم صاف میکنم فرزنداتم کفیل میشم بعدی وفات تو نگاه میکنم. گفت تو خستی آمدی. وقتی که این سخن را گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفته اسلام آورد. و اون برادرش شناسش که اینا
فرستانده بود برای مدینه به کشتن پیامبر صلی الله علیه و هر روز میگفت که بعد گذشتن 10-15 روز به نزدیکی نویگری میشد، به نزدیکی نویگری میشد. گفته حتی بر آمده در بیرون مهاجرهای منتظر میشد که یگان کس خبری مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم میبیارد. خیلی وقت گذشت، بعد یه روز بر آمده در همون درآمدگاه مکه منتظری مسافران میشد که همین آدمی که فرستانیده بود برای کشتن پیامبر صلی الله علیه و از دور روش دید و گفت که قسم به نام الله، گفت آمده ایستاده است به غیر آن رویی که رفته بود. یعنی همین آدم رویش دیگر خیل شد آمد. بعد آمد گفت که ها چی خبر، محمد کشتی؟ گفت که اما انا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، من باشم شهادت میدهم که الله تعالی یگانه شریکی ندارد و محمد رسول الله هست. هر روز پیامبر صلی الله علیه و سلم آدمای دعوت میکردن و با همین آدمهای مشرک و کافر معامله زیبا داشتن. بنابراین الله تعالی گفت که انک لعلی خلق عظیم، تو صاحب خلق بزرگ هستی. لیکن به هر حال ما و شما برادرای خواهرای عزیز وظیفه دار هستیم که امر معروف کنیم، نهی منکر کنیم. برای یک خواهر ببینید که نماز خوان باشد و لگدار باشد و باید آگاه کنید که خواهر عزیز آخه تو لگ مانده. و بله حالی یه روز دیدم ناخن برای مسلمان دخترها گفته برآورده است، ناخنای دراز دراز رنگ کردگی که لگ مالدگی و لیکن ولی پوشیده میشد، یعنی 5-50 پوشیده میشد، یعنی با گرفتم مانده میشد. بیاره که لکی حلال برآوردی. خیلی ویا شکو برای زینت اگر همون هم به نزد شوهرش باشد، چون که این وقتی که ناخنای سرخی خوشرو دراز دراز کرده کوچه میبروید، هوشی مردکای میگیرد، نظری مردکای به خودش جلب میکند. زنک باید یا نمون لباس باشد که دقتی مردهای به خودش جلب نکند، فقط دقت یک آدم به خودش جلب کند، شوهرش. بنابراین وقتی که مثلا یک آدم شما گفت که لک نمال نمازت نادرست است، اوای رفتن آمده است به پیش الله تعالی، به جنت و دوزخ رفتن آمده است، لیکن معلومات هست. قرآن برای ما معلومات داده است، حدیث برای ما معلومات داده است. اون آدمی که در بدنش یک حائل هست، یه چیزی مثلا رنگ، همین کراسکه های دیوالی که اگر مسلینی باشد، رنگدار باشد و در آمدن آب به پوست اجازت نتید، پوست همون جایی که رنگ رسیدگی است یا لک رسیدگی است، وقتی از آب خشک میماند تر نمیشد، وای طهارت نمیشد. وقتی که طهارت نشد، نماز نمیشد. بنابراین خیلی درشت معامله نکنید با هم دیگر. و اگر چی شما نصیحت کنید اونو گپی گنده گفتن، وظیفه مسلمان باید رسانیدن حق است. یه بار میگوید که خیر من قبول نداری، کسی را از اهل علم قبول داشته باشه پرس. گفته نصیحت کردن. بنابراین الله تعالی گفت که وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك. در سوره لقمان حضرت لقمان هم به پسرشون نصیحت کردن که امر معروف کن، یعنی آدم‌های به کار خیر امر کن، وانهى عن المنکر، از کاری بد آدم‌های باز دارو، واصبر على ما اصابك، صبر کن. بعد اینکه گپ میگن که تو کی شدی که من نصیحت میکنی؟ حضرت موسی پیش از پیغمبرشون شه آدمو کشته بودن. آخر مقصدی کشتن نداشتن، کجا برانگان یک اسرائیلی، همین اسرائیلی ها حضرت اسرائیلی ها، یک اسرائیلی قبطی که جنگ دارد، قبطیش مصری، اینا کوچمنچی بودن اسرائیلی ها، یعنی در مصر زندگی میکردن. در زمان فرعون 600,000 اسرائیلی در مصر زندگی میکردن. همین اسرائیلی ها پیش از تشکیل همین دولت اسرائیلی که چند سال پیش تشکیل کردن، همین سال عصر 19 و بعد تا همین وقت در آلمان و در بریتانیا و در امریکا و در همین سمرقند و بخارا و حتی در کانی بادام مایم جهود میگفتن. همین سرتراش ها، پای افضال درست کن ها، دوز ها، پای موز دوز ها، همان ها جهود میگفتن. یعنی مردم ما جهود میگفتن، مراد یهود.
یهودا بودن در همین سمرقند و بخارا و در دیارای ما و بسیارش بعد جنگا گریختن رفتن به اسرائیل. یعنی پیش از تشکیل شدن این دولتی یعنی ظالمی که اومده دولتی مسلمان ها رو گرفت، اینو پراکنده بودن. در زمان حضرت یوسف هم حضرت موسی اینا یوسف اولا هجرت کردند، بعد 80 نفر خیش تا براشون اسرائیلی ها آوردن به مصر. همین گونه از همین ها موسی هم به دنیا اومدن. حضرت موسی کوچه برون یک اسرائیلی که یک قبطی جنگ کرد، بعد اومده طرف اسرائیلی گرفتن هم شهریشونه. فوکظه موسی، یک مش زدن که فقضا علیه، مرد، قبطی مرد. پگاه کوچه برون با همین اسرائیلی دیننگی با یک قبطی دیگر کس که جنگ کرد است. بعد حضرت موسی گفتن که این ابله تو بوده ای که با همه جنگ میکردی. یعنی دین شاید حق در جانبی او قبطی بود. یعنی امروز هم با تو جنگ کرد. یعنی آدمی ناز هر روز هم وقتی جنگ نمیکند کو. گویا ها موسی گفت تو منو میکشی. همون اسرائیلی خودشون بدبخت ببینید دین موسی توی نجات دادن، امروز با میخوان توی نجات دهن. لیکن گفت که وقتی که موسی به طرفشون رفتن، او اسرائیلی فکر کرد که موسی اومده اسرائیلی میزنن امروز. و الا حضرت موسی با هم طرف اسرائیل گرفتنی رفت شده بودن. قبطی مقصد چی میکردن؟ پیش میکردن که جنگ نکن قدیش. لیکن این گفت که این وقتی که گفتن که انت الغبی، تو یا ابله بودی که دینی هم جنگ کردی امروز هم جنگ کردی، این فکر کرد که از موسی اومده منو میزند. هم موسی منو میکشی، چه خیلی که دین آدمو کشتی. گفته فروخت حضرت موسی را. نامردی اسرائیلی ها رو دیدید؟ و دین حضرت موسی یاردمش کردن، امروز با فروخت دیننگی کشتی کو گفت منم میکشی. میگفته خبر برو. بعد به موسی خبر اومد که گفت الکی امنیت یا جستجو دارد، حاضر دستگیر میکند. بعد حضرت موسی گریختن، ترک مصر کردن، به طرف مدین رفتن، حاضر مملکت عربستان سعودی. چه خیلی میرید در طرفش شرم شیخ، هم طرفا مصر یعنی مصر در افریقا هست. یگانه جایی که افریقا با آسیا پیوست میشد این همون جایی که طرف اردن است. اردن به میگذارید و بعد اردن بعد هم مدین همون طرفا میره. اون طرف از در کشور سعودی هست، بودجه سعودی، همونجا رفتن. یعنی ترک کشور کردن حضرت موسی. وقتی که بعد چند سال پیغمبر شدن، اومده من پیغمبر گون افعلت فعلتك الذي فعلت و انت من المرسلین. او تو دین آدم کشتی امروز پیغمبر شدی؟ گفت فرعون. یعنی تو دین دیروز که یه آدم کشتی گریخته بودید، پبیک بودی. حضرت موسی و آدم قصدن زده که یک موش زدن، یک موش زدن که مرد. یعنی این حوزه همین در قانون شریعت این قتل خطا میگود. یعنی قتل خطاگی خود مانند اواری با این ندونسته زده کشتن. و در قانونهای دنیوی هم این قتل عمدن نه، این جنایتی پست است. این به احتمال است که زندان میشه 1 سال نیم سال، لیکن مانند قاتل جزا نمیگیره. خلاصه همین خیلی است. وقتی که شما نصیحت میکنید یک کس یک گپی بد میگوید، وقتی که برای شریعت برآمده مردم حق بیان میکنید، مردم سنگ میپرتان، هر تهمت ها میکنن، دروغ ها میگن. بنابراین چیکار کردن در کار؟ صبر کردن در کار. خب خیلی دور و دراز ننویستان، خوانده هم نمیشد در نوار. رحمتی کلام، آوازتان خسته نگردد. فرزندای دعا کنید، شهری غریبینده هستیم. هر یکی مسلمانان با عید قربان تبریک میکنم. آمدی عید قربان علل خصوص شما را. سلامت باشید. رحمتی کلام. خب